سلام صبح ببخشید عصر بخیر. چی شد خوابمون برد؟ هوا گرمه، بابا هم که کولر رو خاموش کرده، آدم خوابش میبره. آقا این ساعته رو داشتین چه تلاشی میکرد برای بیدار کردن ما، یعنی اصلا کوتاه هم نمیومد. اینم خب اختراعیه دیگه. تازه اینکه چیزی نیست، اخیراً یه ساعت درست شده که اطلاعات حساب بانکی تو بهش میدی، صبح که زنگ میزنه اگه بیدار نشی همینطوری از حسابت کم میکنه و میریزه به حساب مؤسسات خیریه. چه کاریه؟ خب این تو چی کار به خیرات من داری آخه؟ زنگ تو بزن، وظیفه‌تو انجام بده دیگه. منظورم این نیست که کمک به خیریه خوب نیستا، نه، فقط میگم حالا شاید ما بخوام یه رو دیرتر از جامون باشیم، اون وقت تکلیف چیه؟ آخه اختراع قطعی بود، تو رفتی اینو اختراع کردی. این چی بود آخه گذاشتی تو کاسه ما سحر نخیزان؟ ولی خدا وکیلی مواظب باشین این ساعته دست آخوندا نیفته، وگرنه حسابتون رو وصل میکنه به کمیته امداد. حالا بیا درستش کن. هر چه دارید و ندارید، بکوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست. هر چه دارید و ندارید، بکوشید و برقصید و بخندید. بسم تعالی. صبح بخیر اخوی. لطفاً از خواب برخاسته و 5 بار بگویید مرگ بر ضد ولایت فقیه. صدایی دریافت نشد. مبلغ 2000 تومان از حساب شما کسر و به حساب جامعه روحانیت مبارز واریز شد. صبح بخیر اخوی. لطفاً از خواب برخاسته و به خطبه های نماز جمعه گوش کنید. صدایی دریافت نشد. مبلغ 15000 تومان از حساب شما کسر و به حساب دفتر امام جمعه واریز شد. صبح بخیر اخوی. لطفاً از خواب برخاسته و آتش به اختیار شوید. صدایی دریافت نشد. مبلغ 20000 تومان از حساب شما کسر و به حساب بیت ولی فقیه واریز شد. صبح بخیر اخوی. موجودی حساب بانکی شما به پایان رسیده است. می توانید به خواب خودتان ادامه دهید. صبح بخیر عزیزم، با اون که گفته بودی دیشب خدا نگهدار، با اون که دست سرده از قلب خسته تو. سپاه کفگیر داره، از این کفگیر بزرگا که دستش بلنده. هر وقت میخواد ترقه بازی و موشک بازی کنه این کفگیره رو میبره تو دیگ انقلاب و میاره بالا. حالا از قرار معلوم از وقتی که رفته تو لیست سیاه تحریم ها این کفگیره خورده به ته دیگ و چیزی نمونده براش. واسه همین داره این کفگیره رو میکنه تو جیب ملت. هفته دیگه یه لایحه میره تو مجلس آخوندی که اگه تصویب بشه که حتما هم میشه، دولت موظف میشه 2000 میلیارد تومان بابت خرید تجهیزات موشکی بده به سپاه. یعنی میخورن دو لپای مبارک رگ به رگ نشه. روش کارم اینطوریه که اول 6 تا موشک فسقلی دست دوم قرضی از روسیه میگیری میفرستی هوا، بعد 4 تا جو رسانه‌ای و خبری و شعارهای جزیره ثباتی میدی و ترسوندن مردم، و بعد که حسابی زمینه رو مستعد کردی میری تو مجلس میگی حالا اگه امنیت میخوای 2000 میلیارد تومان بده. این بیزنس رو میشه گسترشش هم دادا. مثلا یه نفر راه بیفته تو خیابون با دمپایی ابری بیفته به جون مردم، بعدم خبرگزاری‌ها هم جو بدن که آقا دمپایی ابری بزنه و جزو محاربینن و از عوامل دشمن، یه عده ساندیس خورم جمع بشن بگن مرگ بر دمپایی ابری، و بعدم که حسابی جو دادن یه لایحه ببرن مجلس به نام طرح مبارزه با دمپایی ابری، 2000 میلیارد تومان هم تصویب کن، خیرشو ببینی. آقا جای شما خالی، رفتیم یه چرخی تو این توییتر بزنیم، دیدیم هشتگ زدن حامد طالبی رو آزاد کنید. حامد طالبی خبرنگار خبرگزاری سپاه؟ آقا جریان چیه؟ مگه میشه همچین چیزی؟ خودی و نخودی رو همه رو دارن میگیرن که آتش به اختیاری شده ها. هنوز هشتگ به 9 تگ نرسیده خبردار شدیم که بابا آزادش کردن. اون مدت هم که تو بازداشت بوده کلید بازداشتگاه گم شده بوده، ایشون پشت در مونده بودن. همینه دیگه، وقتی دولت با تفنگ و دولت بی تفنگ میزنن به تیپ و تاپ هم همین میشه. این پاچه اونو میگیره، اون پاچه اینو میگیره. احتمالاً وقتی بازپرسه این حامده رو دیده گفته
حامد تو اینجا چی کار میکنی؟ حامد واسه چی آوردین اینجا؟ آخه ابله این خبرنگار خبرگزاری خودمونه. حامد جان ببخشید اشکال فنی پیش اومده، الان میدم براتون آژانس بگیرن. راستی یه حالی هم به این حاج آقا بده، خیلی پررو شده. برو آقا، برو به سلامت. آقا نفر بعدی. تو ده بالا هوا خیلی خوبه، انگار نه انگار تنگ غروبه. تو ده پایین هوا خیلی پسه، مرغ و خروسش اسیر قفسه، اسیر قفسه. تو این هاگیر واگیر شلم شوربای حکومت آخوندی یه عده جوجه شاخ شده های جدیدالورود آخوندنمای کت شلواری یقه تا خرخره بستن فقط منتظرن یه چی از دهن مقام عظما بپره تا فوراً براش کیسه بدوزن و چماق دزدی به دست بزنن به دامن مملکت و مردم. هنوز 10 روز از فرمان آتش به اختیار حضرت ناقصشون نگذشته که بذرپاش و یامین پور و یکتا و حسن عباسی یه دوره آموزشی را انداختن و دارن ثبت نام میکنن با عنوان دوره تحلیلی آتش به اختیار. یعنی ملت بیاین بشینین سر کلاسامون تا براتون توضیح بدیم و تحلیل و تفسیر کنیم که آتش به اختیار چی هست اصلا. شما مثل که خوب متوجه نشدین، بیاین ما خوب متوجهتون کنیم. فقط تو این کادر علمی آتش به اختیار جای این دکتر سردار قاسمی خالیه. اونم خوب آتش به اختیاره ها، خوب آتش به اختیار میکنه. آورده بودن بچه مدرسه یا رو باز 2 مرتبه آب نبات چوبی و چراغ و پرچم اینها تکون میدادند. اینها اینم داغ بود همینجوری میبسته. اینها یه تیکه خوزعبل برگشت گفت من بندر عباس را به مسکو متصل میکنم. آقا چرا میخندید آقا؟ زیادی زده بود. آره دلستره الکلش بالا بود. باریکلا. بله دیگه، با همین فرمون بریم باید منتظر برگزاری یه چنین کلاسایی هم باشیم. دوره آموزش و تحلیل ترقه بازی، دوره تحلیلی نفت سر سفره با حضور افتخاری دکتر احمدی نژاد جهت آموزش آخرین متدهای آوردن نفت سر سفره مردم، دوره تحلیلی آب و برق مجانی با حضور تهمونده های بیت امام راحل، دوره تحلیلی چگونه 100 روز مشکلات اقتصادی رو حل کنیم با حضور شیخ حسن روحانی و اسحاق جهانگیری، دوره آموزش مالکشی در BBC. آقا اینقدر که تو BBC به خامنه ای میگن مقام معظم رهبری، بسیجی‌ها تو ایران نمیگن. خلاصه بشتابید که ثبت نام شروع شد. بله جان چی؟ کلاس قرآن استاد طوسی هم هست؟ وای نگو دیگه از گذشته نمیخوام یادم بیاد چی به من گذشته. وای برو که ز تو گذشتم، حالا دیگه مامانم شده این سر گذشتم. پادشاهی قلمرو زیبایی داشت که مرزهای آن از شرق به دریای شرق و از غرب به دریای غرب می رسید. او شرط کرده بود که کسی را به جانشینی خود انتخاب کند که بتواند با شنا از استخر پر از تمساح او عبور کند. بسیاری قید ولیعهدی پادشاه را زدند و بسیاری هم در این مسیر کشته شدند. تنها یک جوان مانده بود که ادعا می‌کرد که از شهری آمده که مردمش از هیچ قدرتی نمی‌ترسند. جوان شجاعانه به آب زد، با تمساح‌ها جنگید و سالم از آب بیرون آمد. پادشاه مبهوت شده بود و می‌خواست تاج سلطنت را بر سر او بگذارد، اما جوان خودش را کنار کشید و گفت تاجت ارزانی خودت، من فقط آمده بودم ثابت کنم که بچه شمالم. اشک در چشمان پادشاه حلقه زد و گفت ای تیجن قربان تی بلند میسر زکن خوب هستن. الان برنج هاشمی آقا کیلو چند آقا؟ اون کی فدتی دیما رنگ امید و بیما خانه تی فندولیما کیسه. خب میگن احمدی نژاد هم نوه‌دار شده، ولی خداییش این بچه بدبخت و جناحیش نکنید، بذارید بمونه برای بابا بزرگش. همین سرشکستگی براش بسته که بین 7 میلیارد شده نوه مشترک رحیم مشایی و احمدی نژاد. اطلاع دقیق نداریم ولی احتمالاً با اون داستان بهار این نصف تنش باید درخت میشد. حالا الان میگن کل اهل بیت احمدی نژاد درگیر اینن که خرابکاریای بابا بزرگه رو جمع کنن یا خرابکاریای این نوه رو. این که هیچی،
این قدم نورسیده تازه باید با این حقیقت تلخ روبرو بشه که اون لولو برده. بچه ها شیرینی زندگی‌ان، همه غنچه های باغ آشتیان، اونا رو از روی شاخه نچینی. بچه ها شادی رو خیلی دوست دارن، گل کینه تو دلان آیا از عمامه خود رنج میبرید؟ آیا دیگر رنگ عمامه تان را دوست ندارید؟ آیا درآمدی که با عمامه تان داشتید کمتر شده است؟ دیگر نگران نباشید، ما مشکل عمامه شما را حل میکنیم. طرح تعویض عمامه کهنه با عمامه های دیجیتال. با عمامه دیجیتال دیگر نگران درآمد خود نباشید. مجهز به آتش به اختیار خودکار، دارای آپشن حضور در توییتر، صلوات شمار الکترونیکی و سنسور افزایش سرعت دروغگویی. عمامه دیجیتال. با خرید یک دستگاه عمامه دیجیتال 2 عدد چفیه اوریجینال نیز هدیه بگیرید. عمامه دیجیتال. آقا نگهش دار، پخش نکن آقا. رفتی آگهی گرفتی برای ما، ادامه نده آقا، نخواستیم. فقط همین مونده بود که تو رادیو پیک تبلیغ عمامه پخش بشه. نکن آقا. نه آقا نذار، نه یه آهنگ بذار بشوره ببره پایین بابا. نه تموم این شبا رو با یادت قدم زدم این کوشه ها شاهد، بپرس چجوره حال این هفته یک اتفاق خیلی مهم قراره در رابطه با ایران رخ بده، اتفاقی که همه ما یه جورایی در اون سهیم هستیم. برگزاری گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس با حضور کلی ایرانی با صفا و با غیرت. اینو بدونید که جای همه هموطنا اونجا سبزه و من همینجا هم به اونایی که اونجا هستند و هم به اونایی که دلشون اونجاست درود میفرستم و میگم اینو بدون که پرچم ایرانی همیشه بالاست. ایرانی پرچم بالاست، عشمت خالدوره. ایرانی پرچم بالاست، بیا کاسه دل دست ماست، میریم گرد همایی که بارو بستم، بیا بذار دست توی دستم، بیا داداش سرور مایی. ببین تو آزارو حال خراب ازمارو که چشماش بابا قوره، خراب حالش بیا میکنیم توی چالش، بیا که جفاش لبه گوره. ببین تو آزارو حال خراب ازمارو که چشماش بابا قوره، خراب حالش بیا میکنیم توی چالش، بیا که جفاش لبه گوره. چرا بخونم توی شیخ زمی جونم، تا خود پاریس واسه اینو میخونم، اینو میخونم. ایرانی پرچم بالاست، میاد کاسه دل دست ماست، میریم گرد همایی که بارو بستم، بیا بذار دست توی دستم، بیا داداش سرور مایی.